گایز بچه‌ها، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از چنل من. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا آخر ویدیو همراه من باشید. بریم که ببینیم این ویدیو امروز در مورد چیه. خب بچه‌ها، اول از همه لایک کنید، دنبال کردن یادتون نره. بچه‌ها ویدیو امروز در مورد خنده‌دارترین که نه، بهترین شات های پابجی موبایل. بچه‌ها اول از همه چرا اینجام؟ به خاطر اینکه خیلی من از کانال گلی که بن خورد، خیلی بهم هیت دادن و گفتن که اون ویدیو ساختگیه و ادیته، یعنی نیست کلا. من امروز میخوام که از صفحه اصلی دارم میرم اینجا، دارم میرم یوتیوب، ایناش دارم میرم یوتیوب، از تو یوتیوب نگاه میکنم، یعنی اینا رو بریم ببینیم چی میشه. خب بچه این چنل منه. خب منتظر میشیم تا بیاد. خب اینجا اینو می سرچ میکنیم و خب بچه ها هم میتونید اینو سرچ کنید یا رو ببینید، هم میتونید که لینکش از دیسکریپشن لینکشو بردارید، از اونجا بزنید رو لینک برید نگاه کنید. منتظر میمونیم تا بیاد. خب بچه ها آورد و اینجا رو کات زدم که وقت شما رو نگیرم. خب بچه ها این 2 سال پیش گذاشته اینا، خیلی اوکی. اولیه میبینیم خوبه. بچه ها من اینجا رو کات میزنم که تبلیغات اینا رو نشون نده. خب بچه ها آورد، من رفتم تو ویدیو. اولش یکم کیفیتش بده، ولی چون بعدش گذاشتم 480 دیگه، اگه بد بودم که دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. بریم. اولی شد. بچه این پابجی پیسی نیست، چی میزنه؟ خب این اولی. به اولی نمره چند رو بدین بچه ها؟ خوب بود. ببینید وایساد یه جا، ولی خب فست اسکوپ که نزد، ولی من نمره از 10 7 رو بهش میدم. در آخرم بهترین رو بهتون میگم. بچه ها اینا 2 سال سیزن قبله دیگه. 2 سال میگم سیزن قبل، 2 سال قبله دیگه، یعنی خیلی قدیمی شد. قدیمی بود اون وقت پابجی. بریم دومی. این پیسیه، جی بهش خیلی خوب زد، خیلی خوب زد. به اونم 9.5 میدم. فعلا اونی که میخوام نرسیدم، ولی خوب. حالا میرامور اوکی، داره موتور میره. بچه چی شد؟ رو موتور زدش. وایسا، کیل مسیج اون پایین اومد. الان فهمیدم. اونم خوب بود. 8. رو گلایدر، رو گل 10 بچه ها، 10 بچه خوب زد، خدای خوب زد، خوب زد. نه 10 با هم 10. سانوک تو کمپالفاه. خب یارو شوته دیگه، نمیتونه بزنه. اینا نمیدونه کجاست. خب الان دیدش. نه دوتاشون هم شوت بودن. به این نمره نمیدم کلا. اسمش چی بود؟ خب میرسیم به روزوک تاکسی. خب اوکی. چرا اینطوریه؟ خب اوکی خوب بود. اینا چرا چیزه؟ همشون با کنسول دارن پلی میدن. آره 7 خوب بود برای قبلی. خب زونم بچه ها وایسیدیم بیاره بعد بهتون. اینجا هم کات میزنم دوباره. خب بچه ها آورد.
بچه اول اصلا اینو بگم که من یعنی ادیتو میزنم خب، ولی بعضی چیزاش باگ میخوره. من یعنی کات میکنم همه چی و افکت میندازم روش، ولی بعد از اینکه درفتو میکنم این شات، کسایی که میگم درفت تو این شات وقتی ادیت میکنم میدونم درفت یعنی چی. خب بعد به خاطر همین باگ داره. به بزرگی خودتون اینو ببخشید بچه ها. دیگه همین. بریم به بهتار. چیه؟ چی شد؟ چی شد؟ حالا این شات نزد که اوه رو موتور جی 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 دیگه چیز شد دیگه خودشو جر داد. به قبلی هم 6 خوبه بچه درسته. من چی میگن قبلا پابجی پلی ندادم، یعنی اکانتم 4 ماه دارم پلی میدم خب، ولی اینه که این MF100 و ایدبل داره یارو الان داره میپرخ. چطوری؟ نمیدونم اینو چطوری بچه، فکر کنم نه دیگه نمیدونم بچه. اگه اینو میدونید این تو کامنت حتما بهم بگید. بعدی خب داره با PS4 بده میده. آره اوه اسپری کردن. اوه خیلی خوب زد. هد شدم زد 10 میدم به این، ولی فیوریت هم نیست. نه همشون خارجی هم بچه، ایرانی نیستن کلا. بندی یارو نمیبینه کلا. یارو داره میره چپ. داداش چیکار داری میکنی؟ خطش رو گرفته که بیاد رو موتور بشینه. نه این بده. 4 بعدی همشون هم اکثرا اسنایپ دارن. کاناداش یعنی اکثرا بچه ها تا الان این فیوریت من بود بچه ها. این فیوریت منه تا الان فعلا. 10 از 10 جی زد بچه ها. نمیدونم چجوری زد. کریپون. خب چیکار کرد؟ از اول ببینیم. دورم نبود، پشت سنگ بود، ولی همینم فست اسکوپ یه جوری زد در حد 2 ثانیه، ولی عالی بود. این فیوریت منه تا اینجا. خب یکی داره جامپ زده. این هم 24 بچه اینم مثل گبلی است. 2 تا گبلی است، 3 تا گبلی. این 24 گروزا داره. اونا دارن الان جامپ میزنن. باندولا هرچی. خب حتما اگه کسی اینو میدونه تو کامنت ها بهم بگه. اوکی 24 داره با این فور. جی خوب زد. خدای خوب زد. 9 میرسه بهش. این چه خدایی؟ اینم نتونستی بزنی. خب بچه این چیکار میکنه؟ 3 تا نیست. 3 نیست. سی التینیو الیتینو هرچی. نه دوست نداشتم. 1 میدم. چی بود؟ خب این استریمره کیوبیز 24 میاد اینجا و ماشین رد میشه. 24 ایدبل داره. ببخشید میزنه جی بهش. خوب زد خدایی. 10 ولی فیوریت هم هنوز اونه. پشت سنگه رو زد در حد 2 ثانیه. استریم هم هست بچه ها. اگه دوست داشتید میتونید برید ببینید. اسمش هم QBZ 24. M24 داره با M4. چیکار میکنه؟ به بدن ماشین میزنه کله. چطوری داره میخوره؟ داره به بدن ماشین تیر میزنه کله. خوب زد ولی خوب آره.
8. جی جی هدشات هم کرد با کار 98. خوب بود. 9 میرسه بهش با گلایدر. نخورد. خب دیگه پایینا بود هدشاتش کرد. ولی خب حالا اینو تو یوتیوبرها ایرانی یا فارسی، یوتیوب فارسی خودمون هم میتونن بزنن. خیلی از بچه ها مثل سالسوگ، حالا دیگه اسم دیگه هم نمیبرم ولی خب حالا نه دیگه. این چیه؟ داشت باگی میومد. خب باگی چرا اونطوری شد؟ خب بچه ها دوباره وایساد. خب نه دیگه این چی بود خدای فاست اسکوپ. خب با ایکیم چطوری زد؟ پشت کاور بود یارو. خب داره کیت میزنه. خب این ایکی زد دیگه. ایکیم که نیست. نه اسنایپ داره برد. این بازی کن و بله هدشات. خوب بود. تک به دو. دومی رو خوب زد ولی حالا 7 بهش میدم. اینم خوب بود بچه ها ولی یارو شوت بود دیگه. ببینید مثلا داره همینجوری میره. وایسید بیاد. خب این که دبلیو بود. یارو نه اسپریش کرد نه چیزی. ببینید بچه ها الان رفت. بچه ها دقت کنید یارو داره میره. ببینید دیدید بچه ها داشت میرفت کلا. اینو نمیدید یارو بات بود. خب ماری در میرامار خوب زد ولی حالا 6 میده میرسه بهش. بچه ها فیوریت هم عوض شد. همین بود بچه ها. اینه ببین میره صندلی بغلی. بچه ها این فیوریت هم بود. این یارو فیوریت هم بود. خب